در این نمایشگاه ماهی‌های پرورش یافته کل‌های ناحیه همدانی گذاشته شده‌اند. ماهی پروری در ناحیه از سال 2015 دوباره به راه مانده شد و در این 6 سال پرورش 4 نوع ماهی را به راه مانده‌اند. حالا در کل‌های ناحیه همدانی از جمله ماهی سزن، کرب و سفید پرورش می‌یابد. در این حوض‌ها از ماهی 1 کیلویی تا 15 کیلوگرمی را داشتن ممکن است. ماهی پیش همه حوض دارم، مقصد کلونش 10 کیلو، 15 کیلو، 7 کیلو، 6 کیلو، 3 کیلو، هر خیل ماهی دارم. حوض‌های بزرگ ماهی پروری در همدانی در زمان شوروی نزدیک به مرز افغانستان و دریای پنج ساخته شده است. مساحت آن 457 هکتار را تشکیل می‌دهد. آب حوض‌ها از دریای پنج پر کرده می‌شود. ماهی پروران می‌گویند طعم ماهی‌های آنها از ماهی دیگر کل‌های ماهی پروری فرق دارد. ماهی‌های بلای، سازن، کرپ، تولستان‌ها، بعد ماهی‌های دریایی ماهی می‌آید جمع می‌شوند مقصد حوض را. دریای پنج می‌آید. بله. تا 6 سال پیش این حوض‌های بزرگ خالی بود. اما افزایش طلبات به ماهی و رشد ماهی پروری در دیگر منطقه‌ها حکومت محلی را وادار کرد حوض‌های ماهی را دوباره احیا کنند. تا سالهای 90 در این حوض‌ها ده‌ها نمود ماهی پرورش می‌یافت و ساکنان منطقه را با ماهی‌های پرهیزی تامین می‌نمود. اما بعد سالهای 90 پرورش ماهی در این حوض‌ها برهم خورد. حالا در حوض‌های ماهی پروری 600,000 ماهیچه سر داده‌اند. تا 3 سال پیش در همدانی 3 خواجگی ماهی پروری فعال بود. اکنون این شماره به 11 عدد رسیده است. اساساً استحصال کننده ماهی در ناحیه این جمعیت سومی شکل شده ماهی پرور همدانی است. شما ناز میدونید سابق خواجگی ماهی پروری چوبک ناحیه مسکو بگیم. علاقه حوضای ماهی پر آماده کار هستند، کار کرده هستند. مقامات در همدانی میگویند سال 2020 از این حوض‌ها 352 تن ماهی به فروش رفته است. ماهی پروران میگویند امسال میخواهند 450 تن ماهی فروشند. ماهی که نه برای همه در تاجیکستان دسترس است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه همدانی.